سلام آقا امین. سلام علیکم. خوبی؟ مخلصی. خیلی ها راجع به این آشکارسازایی که تو سایتمون موجود شده از همون سوال میپرسیدن. این آشکارسازا چی ان؟ انواعش رو بهمون معرفی کن. یکم هم راجع به طرز کارش بهمون توضیح میدی؟ بله حتما. همین الان داشتم چند مدلش آنباکس می‌کردم. دوربینتو قطع کن تا بهت بگم. خب دوستان امروز در خدمتتون هستیم با یکی از گجت‌های خاص داریتک آشکارساز که ممکن اون رو به اسم مثل دوربین یاب، ردیاب یاب، جی پی اس یاب، فرکانس یاب شنیده شده باشه. اصلا فرکانس یاب چیه؟ خب شما ممکنه مثلا به مسافرت رفته باشید توی مسافرخونه، هتل یا سوئیت یا اصلا محل سکونت خودتون یا ماشین خودتون جی پی اس شنود یا دوربین کار گذاشته شده باشه و میتونید با استفاده از این دستگاه اونها رو پیدا کنید. خب مدل‌های مختلفی داره مثل K18 داره، K18S، M8000، H202 و K68. خب ما می‌خوایم یکی از این مدل‌ها رو واسهتون تست کنیم. البته برای تست اونا ما نیاز به یه دونه جی پی اس داریم. وارد سایتمون میشیم و وارد دسته‌بندی محصولات، امنیت خودرو و ردیاب یه دونه جی پی اس آیکا سفارش میدیم. این از این یه دونه جی پی اس سفارش میدیم تا بیاد. این هم از جی پی اس همون مدل جی 902 مدل جی 902 مگنت 40 روزه آیکا. خب بیا تا با هم آنباکسش کنیم. خب بریم برای آنباکس. محتویات داخل دستگاه، خود دستگاه، کابل شارژ، دفترچه راهنما و کابل مگنتیاب یا همون جی پی اس یاب. خب با استفاده از این ولوم ما میتونیم نسبت به محیطی که داریم درجه رو تنظیم کنیم و فرکانس رو پیدا کنیم. یه دونه که دکمه اول بزنیم دستگاه میره رو حالت ویبره. مثل الان که من ولوم میارم بالا دستگاه داره رو ویبره میره، دوباره بزنم دستگاه بوق میکشه. خب ما ولوم رو مقدار کم میکنیم، یه دونه میزنیم دستگاه میره رو حالت جی پی اس. خب کابل جی پی اس رو وصل میکنیم بهش و چراغ دستگاه روشن میشه و پیچو صفر میکنیم تا محکم بشه. حالا ما نزدیک جی پی اس میکنیم و دستگاه بوق میکشه. باز رو گزینه اول بزنیم دستگاه باز میره رو حالت ویبره. گزینه سوم میشه برای پیدا کردن دوربین. ما وقتی که حالا مدل‌های مختلف داره، ثابت، چشمک زن و سرعتش هم کم و زیاد میکنه. ما میذاریم روی حالت ثابت و از طریق این لنزی که وسط دستگاهه ما میتونیم چشممون رو میذاریم اینجا و میتونیم دوربین یا اون لنزی که کار شده توی دیوار یا حالا هر کجایی که هست پیدا کنیم. یه نقطه خیلی ریز داخل لنز دوربین یعنی معلوم میشه، از داخل این باید دستگاه نگاه کنیم و چیز خاص دیگه این نداره دستگاه و تمام. و برای ثبت سفارش شما میتونید وارد سایتمون بشید و وارد دسته‌بندی محصولاتمون بشید، گجت‌های خاص و آشکارساز رو بزنید و محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای ثبت سفارش در خدمتتون هستیم.